مفتشان در ولایت ختلان تحقیق دارند که ماشین خدمتی رئیس نمایندگی امانتبانک در ناحیه واسه در نزد خانه‌اش خود به خود آتش گرفت و یا کسی برقصدانه سوزاند. حادثه شب 26 و 27 دکبر سال 2023 روی داده است. یک منبع در شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه روز 3 ینور به رادیو آزادی گفت هنوز خلاصه سنجش را نگرفته‌اند. بعضی از پارچه‌های سوخته ماشین را برای تشخیص بردند. دقیق خواهند کرد که سبب حادثه چیست. باباجان دولتزاده رئیس امانتبانک در ناحیه واسه سوختن ماشینش را تصدیق کرد، اما به برقصدانه بودن آن مطمئن نیست. وی روز 3 ینور گفت اوپل زفیر خدمتی او نقص الکتریکی داشت و پیش از حادثه به نزد اوستا برده بود. در پاسخ به این سوال که چرا ماشین خدمتی در نزد خانه‌اش می ایستاد، او گفت همون روز کمتر همین ناخیلوش کمتر ایکل بروما چخیر بمانه پیشکش کار کرد نه اون وینتیلیت شو وقت نکرد درو واردم همون تکنیک اوسی دارم جوی تعمیر ماشینه کوکینه ای به همه چنج کرد و اون سوزانکش چنج کرد و ای به همه. رئیس نمایندگی امانتبانک در ناحیه واسه گفت همان شب نیروی برق نداشتند و دوربین‌های نظارتی نیز کار نمی‌کردند. کامera دورا کامera را نگاه می‌کنه تاریکی تونه یکم شما می‌تونی هیچ نیست. بار اول نیست که خودروی خدمتی بعضی از منصبداران ناحیه واسه آتش می‌گیرد. 1 سال قبل ماشین خدمتی دادستان ناحیه در محله شمس‌الدین شاهین کلاب آتش گرفته بود. آن وقت مقامات یک ساکن 50 ساله شهر کلاب را دستگیر و او را به قصداً آتش زدن ماشین دادستان متهم کردند.